سرخط خبرها. در شهرستان 4 کودک از یک عائله از دود انگشت زهرآلود شده، 2 نفر آنها فوتیدند. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوغد به کشتارها در کنی بادام توجه کرد. قمچیبек تشریف تفصیلات موافقه مرد تاجیکستان و قرقیزستان ماه ینور معلوم خواهد شد و امکانیت رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. سلام بیننده عزیز، در نشر نوبتی برنامه نوید 7 روز از استودیوی RTJ مهمترین خبرها و رویدادهای هفته اخیر را منظور شما می‌گردانیم. ایدیبک سعید هستم و شما را در این برنامه همراهی می‌کنم. 4 کودک از یک عائله در ناحیه شهرستان از دود انگشت زهرآلود شده، 2 نفر آنها به هلاکت رسیده است. 2 کودک دیگر در حالت وضعی قرار دارند. خبر می‌دهد کمیته حالت‌های فوق‌العاده حادثه شب 17 دکبر در محله سبزوار جماعت دهاتی شهرستان ناحیه شهرستان رخ داد. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده کودکان از دود انگشت زهرآلود شدند و از هوش رفتند. کودکان فوتیده که 6 ساله و دومی 13 ساله بودند. در عین زمان یک پسر 14 ساله و دختری 10 ساله این خاندان در حال وضعی در بیمارستان بستری‌اند. خبر می‌دهد کمیته حالت‌های فوق‌العاده. با آمدن فصل سرما و جاری شدن لیمیت برق در تاجیکستان، اهالی ناحیه و دهه‌ها از سوزشواری و اصول‌های گوناگون گرمکنی خانه‌ها استفاده می‌برند. رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده 16 دکبر بعد از یک روز کشتار اعضایان 2 عائله به کنی بادام رفته با فعالان جامعه و راهبریت حکومت شهر، مقامات حفظ حقوق و مسئولان ساحه‌های معارف و تندرستی مشورت کاری برگزار کرد. طوری دفتر مطبوعات رئیس ولایت خبر می‌دهد دوام چند روز اخیر در شهر کنی بادام یک چند حادثه کشتار بی‌رحمانه به قید گرفته شد که جامعه شهروندی را به تشویش انداخته است. بهر آشکارسازی این جنایت‌ها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظ حقوق ترتیبات سرجم آمدند. می‌نویسد منبع. راهبری ولایت تاکید داشت که روند تفتیشات تحت توجه رهبریت دولت قرار دارد. او از شهروندان دعوت کرد که زیرکی و هوشیاری را از دست نداده با مقامات قدرتی همکاری نمایند. با این مقصد تشکیل ستاد نوبتداران اختیاری، نصب کامرهای نظارتی، چراغان‌کنی کوچه و محله‌ها، فعالناکی اهل جامعه مهم ارزیابی کردید. می‌نویسد دفتر مطبوعات. رجب‌بای احمدزاده تاکید داشت که شهروندان نباید به هر گونه آوازه‌ها داده شوند و با مقامات حفظ حقوق همکاری نمایند. کشتارها در کنی بادام و محل‌های اطراف آن در آخر ماه مارس آغاز یافت. در دام 8 ماه طبق اطلاع رسانه‌ها حداقل اعضایان 7 عائله از جمله کودکان کشته شدند. مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت 2 گمانبر گزارش دادند. یکی به حبس ابد، دیگری به 20 سال زندان محکوم شد. اما کشتارها ادامه یافتند. در یک هفته اخیر در کنی بادام 10 نفر از 3 عائله کشته شدند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و با آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانیت‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبek تشریف اظهار داشت که تفصیلات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان ماه ینور معلوم خواهد شد. خبر می‌دهد اکی پرس. او گفت حالا ما جزئیات سازشنامه‌های با جانب تاجیکستان به دست آمده را آشکار کرده نمی‌توانیم. در عین زمان این حجت‌ها به طور قانونی به رسمیت درآورده می‌شوند. امیدوارم که در ماه ینور به پارلمان پیشنهاد می‌کنیم و در آنجا الکی آشکارا محاکمه خواهیم کرد. آنگاه دقیق معلوم خواهد شد که ما کدام منطقه را چگونه تقسیم کردیم. با گفته تشریف مهمتر از همه قرقیزستان و تاجیکستان به موافقه رسیدند. زبانی عمومی پیدا کرده مشکلات سرحد را با راه دیپلماتی حل کردند. قبلا پرزیدنت قرقیزستان صادق ژاپاروف در مصاحبه با نشریه دولتی قرقیزستان گفته بود که تاجیکستان و قرقیزستان منطقه‌های بحث برانگیز سرحدی را 50 به 50 تقسیم کردند.
در ولایت مختار کوهستان بدخشان بار اول محدودیت انتقال نیروی برق یا لیمیت جاری کرده شد. سبب این را به هوای سر و پست شدن سطح آب در کل یشیلکول علاقمند می‌دانند که گفته می‌شود از سال گذشته 15% کمتر است و باعث نارسایی نیروی برق در منطقه گردیده است. در این باره دیرکتور شرکت پامیر انرژی در یک جلسه که رئیس ولایت نیز در آن اشتراک داشت خبر داده است. به اطلاع منبع عین زمان محدودیت‌ها در تامین برق در محله‌های دوردست اهالی‌نشین ولایت که حالا سردی‌ها حکمران است جاری شدند. برق تنها در خوروق و مرکزهای ناحیه از ونج تا اشکاشیم پورا تامین است. طبق اطلاع منبع برای محل‌های اهالی‌نشین ولایت محدودیت‌های انتقال نیروی برق تا 6 ساعت در یک شبانه روز جاری کرده شدند. در صورت شرایط نااستوار آب و هوا محدودیت‌های ایلاوگی یا بیشترسازی ساعت انتقال برق به منطقه‌های معین امکان پذیر است، میگوید منبع. پامیر انرژی ساکنان ولایت را دعوت می‌کند که وضعیت را درست درک کنند و معلومات ایلاوگی را پیگیری نمایند. باید قید کرد که به فرق از دیگر مناطق‌های کشور در بدخشان هیچگاه محدودیت برق جاری کرده نمی‌شد. یک ساکن دوشنبه به قلابی به مبلغ نزدیک 2 میلیون سومانی گمانبر می‌شود. میلیسیای پایتخت ساکن 46 ساله شهر دوشنبه ای0 همچون گمانبر در صادر نمودن شماره زیادی جنایت‌های قلابی دستگیر کرد. در این باره وزارت کارهای داخلی خبر داد. گفته می شود نام برده از شهروند بختیار ای محصولات برقی از قبیل ترانسفورماتور و ناقل‌های گوناگون برقی را به مبلغ 1,770,000 سومانی گرفته مبلغ‌هایش را بازپس نگردانده است. اینچنین از یک ساکن دیگری پایتخت 70,000 سومانی مبلغ نقد گرفته او را نیز فریب داده است. منبع می‌افزاید اوید بر دلایل‌های مذکور تفتیشات پیشکی ادامه دارد. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. مهمترین خبرهای تاجیکستان را با صرف کمی وقت از سامانه ما یورتیجی و صفحه‌های آن در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک و کانتکت پیگیری نمایید. خیر.